یه موضوعی رو میخواستم عنوان بکنم که اتفاقا دیروز هم من در رابطه با این موضوع صحبت کردم، در رابطه با قراردادهای مهاجرتی. میدونستین که خیلی از افرادی که میرن قراردادهایی رو منعقد میکنن با این مؤسسات مهاجرتی، اینها بعد از انعقاد قرارداد خیلی هاشون پشیمونن که چرا قبل از اینکه قراردادشون رو منعقد بکنن با یک وکیل مشورت نکردن و نکاتی رو در واقع نمیدونستن که زمان قرارداد به مشکل برنخورن. یه سری حقایق پنهانی در رابطه با این قراردادهای مهاجرتی وجود داره متاسفانه، که یکی از مهمترین مسائلش که در واقع میشه در موردش صحبت کرد بحث تضمین اخذ ویزا هستش. ببینید دوستان، هیچ تضمینی برای اخذ ویزا وجود نداره. همونطور که ما وکلا